خدا مردی رو به چه کنم مبتلا نکن. شما اینجوری که استقبال میکنید میترسم نتونم بخونم، جان مولا کمکم کنید. چه کنم آتشی افتاده به جانم، چه کنم قربان نفساتون برم، چه کنم و 2 ثانیه با علی هم ناله بشید. چه کنم آتشی افتاده به جانم، آتش از آب 2 چشمم ننشانم، جانم رنگ و بوی مجلس فاطمیه رو گرفته مجلستون. فاطمه جان من که هر کس گرهی داشت، گرفتید جلو باید بیخستم، من که هر کس گرهی داشت کمک از من خواست، حالا گرهی خورده به کارم که ندانم. رحمت خدا بر پدر و مادراتون. مادرم گفت حسین و پدرم گفت حسین شمایید. فاطمه جان من قهرمان خیبرم، زرهم یا زهرا زرهم پشت ندارد. عمری روزه شنیدید شما، زرهم پشت ندارد، به تو پشتم گرمه. علی رو تنها نزار خانومه، از این غریب ترم نکن. جانم زرهم پشت ندارد، به تو پشتم گرم است. حالا بی سپر بعد تو با خصم گرانم. به خدا میخواستم همین 3 بیتو بخونم استقبال شما وادارم کرد. 1-2 بیت دیگم شلوغ ماشاءالله باید به همه برسه. آی فاطمه جان هنوز پشت علی رو کسی به خاک ندیده. از بچه‌هات بپرس در ره خانه و مسجد به زمین میخورد. این چه کنم از او چه کنم همه باید بگی. از همان لحظه شده ورد زبانم. حسد رضا گفتم به افتخاراتت اضافه شد. چه مادری رو از دست دادی، بعد از چه مناسک عشقی. فاطمه جان فاطمه جان آسمان وقتی زمین خوردم چی شد؟ آسمان بر ورق خاک همون لحظه نوشت من زمین خورده ترین مرد جهانم.
حالا گوشه خانه نشستم چه کنم سهم شما همه گوشه آخه هستیم رفت ز دستم چه کنم